قسمت اول از برنامه تحول روحانی. در این قسمت دو نوع از شواهد تحول روحانی، یک یقین بر گناه و دو پایداری در کلام خداوند را مورد بررسی قرار خواهیم داد. همراه با شما هستیم در رادیو تلویزیون بشارت. این علامت ها که در فصل دوم از کتاب اعمال رسولان ارائه شده رو میتونیم با هم بررسی کنیم. لوقا در کتاب اعمال در فصل دوم در آیات 37 38 41 و تا 46 جزئیات مفصلی رو در مورد تغییر عظیمی که در زندگی چندین هزار نوع ایماندار رخ داده است را برای ما فراهم کرده. پس به بررسی این موضوع میپردازیم. چون این را شنیدند ریش گشته به پتروس و سایر رسولان گفتند ای برادران چه کنیم؟ پتروس بدیشان گفت توبه کنید و هر یک از شما به نام یشوع مسیح برای آمرزش گناهان خود تعمید گیرید که عطای روح القدس را خواهید یافت. پس پیام او را پذیرفتند و تعمید گرفتند و در همان روز حدود 3000 تن به دیشان پیوستند. آنان خود را وقف تعلیم یافتن از رسولان و رفاقت و پاره کردن نان و دعا کردند. اما بهت و حیرت بر همه مستولی شده بود و عجایب و آیات بسیار به دست رسولان به ظهور می رسید. مؤمنان همه با هم به سر می بردند و در همه چیز شریک بودند. املاک و اموال خود را می فروختند و بهای آن را بر حسب نیاز هر کس بین همه تقسیم می کردند. ایشان هر روز یک دل در معبد گرد می آمدند و در خانه های خود نیز نان را پاره می کردند و با خوشی و صفای دل با هم خوراک می خوردند. در این چند آیه نسبت به اثرات فیض به 6 مورد اشاره شده. هیچ شکی در مورد تجربه عمیق و شخصی این مردان و زنان نبود. آنها کاملا از نظر فکری و روحی تغییر کردند. تغییری که خود آنها بانی آن تقدیر نبودند، زیرا خداوند آنها را تغییر داده بود. روایت فصل دوم از کتاب اعمال ما را مطمئن می سازد که کارکرد فیض در یک فرد قابل مشاهده است. اگر در مورد رستگاری خود دچار شک و شبهه ایم، باید از خود بپرسیم که آیا این شواهد، آیا این نشانه های کار خداوند را ما در زندگیمان تجربه کرده ایم یا نه؟ ممکن است این نشانه ها دقیقاً همان تسلی خاطری باشد که ما همکنون به آن نیازمندیم. اگر هم لازم است تا کار خداوند را در زندگی دیگران تشخیص دهیم، بایستی این نشانه ها را فرا بگیریم تا بدون درنگ آنها را به یاد آوریم. اولین اثر فیض در این آیات یقین بر گناه است. اولین نشانه فیض تجربه یقین بر گناهکار بودن است که به توبه واقعی منجر می شود. تعمید به آب بایستی زمانی اجرا شود که فرد ریش شده و بدین گونه نشان دهد که از زندگی گناه آلود خود حقیقتاً شرمسار بوده و با تمام وجود خود به دنبال بخشودگی گناهانش است. لذا برای تشخیص پیشرفت روحانی هر فرد به دنبال دلی شکسته و اندوهبار هستیم که خداوند آن را خوار نخواهد شمرد. همانطور که در کتاب مزامیر در فصل 51 در آیه 17 مطالعه می‌کنیم: خدایا دل شکسته و کوبیده را خوار نخواهی شمرد. اگر احساس کنیم که فقط یک پذیرش سطحی به گناهکار بودن یا یک احساس لحظه‌ای توأم با توبه ظاهری و رسمی رخ داده است،
بایستی جداً به این که تحول روحانی صورت گرفته است شک کنیم. در انجیل به قلم متی مطالعه می‌کنیم که کلام خداوند می‌فرماید خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت. توبه توأم با بروز احساسات قوی هست و این فقط زمانی اتفاق می‌افتد که فرد عمیقاً درباره گناه و نیاز به بخشش دچار نگرانی است و تنها در این موقع است که می‌توان امیدوار بود که عمل فیض در دل فرد صورت گرفته است. به شهادت‌هایی که در آنها اشاره‌ای به توبه نمی‌شود باید به دیده شک نگریست. همه روایات تحول روحانی و بیدرد هنرپیشه‌ها و خوانندگان و بسیاری دیگر از مردم که اغلب با زبانی شوخ از آن شهادت یاد می‌کنند، فاقد این عنصر اساسی هست، فاقد فیض است. چرا که از زبان آنها میشنویم چون دیگر نمیتوانستند با زندگی کنار بیایند از مسیح خواستند تا زندگیشان را تحت کنترل بگیرد و در نتیجه الان او در کنار آنهاست و اشاره میکنند که در همه جا، حتی در زمان گناهشون، و زندگی تغییر نیافته آنها را میتوانیم ببینیم و زندگیی که در گناه به طور مستمر در حال ادامه یافتن است. خداوند یشوع مسیح قبل از هر چیز باید نجات دهنده از گناه باشد. تصور این که فرد میتواند مسیح را فوری دریافت کند زیرا احساس نوعی خلأ در درونش هست توهمی بیش نیست و هیچ شباهتی به تحول روحانی که انجیل از آن یاد می‌کند ندارد. ما بایستی به دنبال نشانه‌هایی از یقین بر گناه توأم با تأسفی عمیق در فرد باشیم که در زیر بار آن نیاز شدیدی دارد تا بخشش و حیات نو شامل حالش شود. طبعاً می توانیم بگوییم که نمی شود توقع داشت که همه حق جویان دچار این گونه نگرانی و اندوه و جانگداز و همینطور به این شدیدی و شدت شوند که گاه نمونه آن را در زندگی نامه بسیاری از ایمانداران می‌خوانیم. اما تجربه آنها باید حاکی از پشیمانی و شرمندگی در برابر محبت خداوند باشد. فرد باید با دلی اندوهبار به قربانی مسیح در جلجتا برای نجات خود اعتماد کند. توبه یعنی تغییر عقیده و تفکر، یعنی روی گرداندن از گناه، یعنی قدم برداشتن به سمت خداوند. توبه یعنی طرز تفکر ما نسبت به گناه و همینطور طرز تفکر ما نسبت به خداوند. یقین بر گناه باعث می شود که ما نه تنها از گناهان خود شرمنده و خجل بشویم، بلکه علاقه و تمایل ما نسبت به آن کم شده و یا به کلی از بین برود. ما مشتاقانه آرزو داریم تا از آنها دست شسته و متفاوت باشیم. از سوی دیگر طرز تفکر ما نسبت به خداوند تغییر می کند، چون ما او را به عنوان تنها نجات دهنده می جوییم و تسلیم مطلق فرامین او می شویم. بسیاری از کسانی که خود را مسیحی قلمداد می کنند آموزه روشن انجیل در باره تحول روحانی را به صورت کمرنگی جلوه می دهند. برای مثال به این موضوع اشاره می کنند که دست شستن کامل از نحوه گناه آلود زندگی گذشته ضروری نیست. بنا به نظر آنها توبه فقط اشاره به تغییر نظر فرد نسبت به یشوع مسیح است و بدتر از آن
اینکه آنها ضرورت حکمرانی مسیح بر حیات و رستگاری فردی را هم نفی می‌کنند. به عبارت دیگر آنها توبه را به هیچ تقلیل می‌دهند. جای تعجب نیست که نوع ایمانداران آن جمعیت نیز به علت باورهای دیگران در آن کلیسا همچنان ذائقه و سلیقه‌های گذشته خود را حفظ می‌کنند. اما این را باید بگویم که این تحول روحانی و آن گونه‌ای که عهد جدید به ما آموزش می‌دهد نیست. کل موضوع را می‌توانیم به این صورت خلاصه کنیم: بدون خجالت و شرمندگی از گناه، بدون اعتماد کامل بر صلیب، بدون بریدن از نحوه زندگی دنیوی گذشته، بدون پذیرش حکمرانی مسیح در زندگی، تحول روحانی در فرد صورت نگرفته است. اینها سوالهای اساسی هستند که باید جواب آنها را بدانیم. آیا من به عنوان شخص ایماندار، به عنوان شخصی که به دنبال نجات و به دنبال خداوند هستم، آیا هرگز احساس بیچارگی کردم و از گناهکار بودن خودم در حضور خداوند قدوس عمیقاً شرمنده شدم یا خیر؟ آیا توبه من به حضور خداوند واقعی بوده و آیا امید خودم را برای این توبه تنها و تنها بر قربانی یشوع مسیح خداوند قرار دادم یا خیر؟ آیا زندگی خودم را بدون چون و چرا تسلیم خداوند یشوع مسیح کردم یا خیر؟ بدون شک بایستی به دنبال شواهدی باشیم برای این موضوع از تحول روحانی. آیا شاهدی وجود دارد واقع بر این که من کاملا در رابطه‌ام با این دنیا و خداوند دچار تغییر شدم؟ چون اگر چنین باشد شواهد آن بسیار واضح و آشکار است. آیا تلاشی هست تا خداوند را خوشنود کنم؟ آیا علاقه و تمایلی برای پیشروی در قدوسیت فردی دارم؟ چرا که کلام خداوند می‌فرماید من قدوسم پس مقدس باشید. گاهی برادران و یا خواهرانی را می‌بینیم که اطمینان به رستگاری خود ندارند، اما واضح است که این رویدادها در زندگیشان رخ داده است و قابل مشاهده است. و در یک چنین شرایطی شما به عنوان شبان کلیسا، شما به عنوان برادر و یا خواهر ایماندار آن شخص درون کلیسا باید به آنها کمک کنید تا آنها متوجه این تغییر و این تحول در زندگیشان که قابل مشاهده هست بشوند، تا آنها دریابند که به فیض خداوند از دره توبه گذشته‌اند و همکنون در کوهسار خداوند روانه سلطنت الهی‌اند. دومین نشانه فیض نیز در آیه 42 از فصل دوم کتاب اعمال به خوبی دیده می شود. آنها در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت می نمودند. در زبان اصلی اشاره مواظبت توسل جدی به تعلیم گرفتن از رسولان است، چیزی که همواره بدان مشغول بودند یا در آن پایدار بودند. این یکی از نشانه‌های فیض است که ذهن شخص برای فهم و علاقه به کلام خداوند باز شده و اقتدار آن در دل شخص مستحکم می شود. ایماندار واقعی به اهمیت کلام خداوند پی برده و حتی شدیداً مجذوب آن شده و به آن وفادار می‌ماند. علاقه به کلام نشانه قابل اعتماد است، زیرا رساله اول قرنتیان در فصل دوم در آیه 14
تأکید می کند که اما انسان نفسانی امور روح خدا را نمیپذیرد، زیرا که نزد او جهالت است و آنها را نمیتواند فهمید، زیرا حکم آنها از روح می شود. برای شخصی که نجات نیافته، کلام خداوند بسیار پیچیده و نامفهوم بوده و درک آن آسان نیست. اما وقتی که فرد نجات می‌یابد، یک باره صفحه به صفحه کلام برایش پر از روشنایی و معنا شده و دلش لبریز از شوق می‌گردد. چرا که تنها روح القدس است که کلام را این گونه مکشوف می‌کند. هرچند نوع ایمانها به طور ناگهانی قادر به فهم کتاب‌های سنگینی چون کتاب حزقیال یا کتاب مکاشفه یوحنا نخواهند بود، اما آنها که در گذشته دیدگان دلشان نسبت به کلام خداوند کاملا کور بود، تحول روحانی چشم دلشان را می‌گشاید تا ببینند و آنچه را که برایشان نوشته قدیمی بود یک بار جان می‌گیرد و آنها را مجذوب می‌سازد. از سوی دیگر افرادی که به کلام علاقه‌ای نشان نمی‌دهند بسیار بعید است که ایماندار واقعی باشند. جدای از اینکه حال هر ادعایی که در مورد ایمان می‌خواهند بکنند. همیشه از کسانی که به نظر می‌رسد ایمان آوردند یا خود ادعای آن را دارند باید پرسید کلام خداوند برای آنها چه معنایی دارد. با این سوال می‌خواهیم دریابیم که آیا کلام باعث شگفت زدگی یا شعف درونی آنها شده است یا خیر؟ آیا اقتدار تازه بر زندگی آنها کسب شده است یا خیر؟ آنها به طور سطحی و احساسی درباره هر موضوعی بحث و جدل نخواهند کرد، بلکه بر اساس آنچه کلام آموزش می‌دهد هدایت شده و به راحتی به چالش کشیده می‌شوند. همچنین مهم است که به دنبال پایداری در این علاقه به کلام خداوند باشیم. برای دیدن این علامت از فیض خداوند در شخص ایماندار، شبانان کلیسا، برادران و خواهرانی که در کلیسا هستند می توانند نسبت به دیگران این سؤال را از خود بپرسند و یا شخص ایماندار این سؤال را از خود بپرسد که آیا من یک ایماندار دمدمی مزاج هستم؟ آیا یک باره برای هفته ها از کلیسا غیب می شوم و زمانی که باز می گردم انگار نه انگار که مدت ها از کلیسا دور بودم؟ اغلب اتفاق می افتد که فردی به نظر می رسد که تحت تأثیر کلام قرار گرفته و ظاهراً به صورت جدی پر از اعتقاد شده است، اما متاسفانه این تأثیر در او دوام چندانی ندارد و به همان سرعتی که پدید آمده رنگ می بازد. پایداری نشانه بسیار مهمی است که ثابت می سازد کلام خداوند اقتداری تازه در زندگی ایماندار برقرار کرده است، چرا که من تازه با من گذشته بسیار متفاوت باید باشد. گذشته من نسبت به کلام خداوند همانند داستانی که برای زمانهای آزادم در نظر گرفته بود ارتباط برقرار میکرد، اما من تازه که نشانه پایداری را در تحول روحانی در خود دارم قطعاً به کلام خداوند پشت نخواهم کرد. همراه با شما هستیم در رادیو تلویزیون بشارت.